سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 16 دکبر. وکیلان مردمی تاجیکستان یک نیروگاه برقی آبی را که اکثریت سهمیه‌هایش در اختیار روسیه است از سپردن مالیات آزاد کردند. در نشست مجلس نمایندگان پلاتای پایینی پارلمان روز 16 دکبر مسئله قرضداری شرکت برقی تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک بررسی شد و از این رو وکیلان قرار کردند که نیروگاه سنگتوده یک ماه دکبر امسال و تمام سال آینده از پرداخت مالیات و یا انداز آزاد باشد. شرکت برقی تاجیک که نیروی برق را از نیروگاه سنگتوده یک می‌خرد، از این نیروگاه 513 میلیون سومانی قرضدار شده است. 75% سهمیه‌های نیروگاه سنگتوده یک که سال 2008 با سرمایه روسیه مورد بهره برداری قرار گرفت در اختیار این کشور است. 25% دیگری سهمیه‌ها را حکومت تاجیکستان در دست دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان از پدر محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی خواستند فرزندش را نصیحت کند تا به گفته مقامات در خارج به کارهای نادرست دست نزند. در جماعت قسمدره ناحیه فیض‌آباد روز 16 دکبر به رادیو آزادی گفتند مقامات روز 15 دکبر با ساکن جماعت تیلا کبیروف پدر محیدین کبیری و دیگر خویشاوندانش ملاقات کردند و سر و صداها درباره بازپرسی پیرمردی 95 ساله بی اساس است. پیشتر از این گزارش شد که مقامات پدر و عمه و چند خویشاوند دیگر محیدین کبیری را برای بازپرسی به مرکز ناحیه فیض‌آباد بردند. دادگاه تاجیکستان ماه سپتامبر امسال بعد آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی خواند و فعالیتش را ممنوع کرد. خود محیدین کبیری در خارج از تاجیکستان زندگی می‌کند. مادری فرخنده یک دختر جوان افغان که با اتهام بر دروغ آتش زدن قرآن بیرحمانه کشته شد میگوید از ترس و خطر به جانشان برای موقت به تاجیکستان کوچ بستند. بیبی هاجره ملک زاده روز 16 دکبر به رادیو آزادی گفت بعد قتل فرخنده 18 عضو خانواده‌اش به تاجیکستان آمدند و نیم سال است که در دوشنبه زندگی میکنند. تاجیکستان آمدیم دیگه. آمدیم مال اینجا مینا در تا اینمی اولاداییم از بچه و دخترم ما روساییم دینی خانی ماجری از زندگی میکنیم. بچه موتر داشت، موتر خدا فروخت، اونم رو خرج خانه میکنیم. فرخنده 27 ساله را ماه مارس امسال ازدحام خشمگین با ادعای آنکه گویا کتاب قرآن را آتش زده است در کابل بیرحمانه لطوکوب کرده کشتند و جسدش را آتش زده به رودخانه انداختند. گفتگوی کامل با مادر فرخنده به زودی در وبسایت azadi.org نشر می شود. اینترپول پلیس بین المللی از کشورهای عضوش خواسته است در بازداشت دهها جنگجوی تاجیک که در عراق و سوریه می جنگند مساعدت کنند. در فهرست افرادی که اینترپول جستجو می کند کمش نام 25 شهروند دیگری تاجیکستان را علاوه کردند که به زرخریدی و عضویت در گروه‌های تروریستی متهم می شوند. در میان این 25 نفر جوانان 18 ساله و مردان تا 50 ساله و از ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان هستند. مقامات انتظامی میگویند تا کنون بیشتر از 500 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه افراطگرای دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. کمیته المپی تاجیکستان یکی از اعضای دسته منتخب گشتی آزاد را از فهرست نامزدهای دسته منتخب المپی کشور بیرون کرد و او را از استیپند $1000 محروم نمود. در این کمیته روز 16 دکبر به رادیو آزادی گفتند چون این قرار بعد آن قبول شد که اتحادیه جهانی گشتی زلیم خان یوسوپوف را به دلیل استفاده دوپینگ برای 4 سال از حق شرکت در مسابقات بین المللی محروم کرد. طبیبان بعد تشخیص طبی زلیم خان بعد مسابقات قهرمانی آسیا در قطر در بهار امسال در ترکیب خون او نشانه‌های داروی توانبخش دیمتیل بوتیلامین را پیدا کردند که استفادهش برای ورزشکاران ممنوع است. خود زلیم خان یوسوپوف به رادیو آزادی گفت از استعمال ویتامین که در ترکیبش موادی برای ورزشگران ممنوع را دارد پشیمانم. براستی نمیدانستم که آن با روی خط سیاهی وعده وارد شده است وگرنه از استعمالش دست میکشیدم. این جزا همه نقشه های مرا برباد داد. از اشتراک در چمپیونات جهان اینچنین از مبارزه برای دریافت راه خط به المپیاد سال 2016 محروم شدم. Ничего не то, не переживай, что тренировались, добились
زلیم خان که در داغستان زندگی میکند شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارد و از سال 2012 تاجیکستان را در مسابقات جهانی و بین المللی نمایندگی کرده است و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.